سلام دوستان عزیز. امروز 17 فوریه 2022 یکی از حجنگار تاجیک شادروان علوالدین عبداللهیف از دنیا گذشت. برادران عزیز، همه کسا دعاگوی او می‌باشیم خداوندا جاشو جنت کند، روحش شاد باشد. مردکی خوب بود، برنامه‌هاشو نگاه می‌کردیم، بهترین انسان بود، آدم خاکسار بود، اما سبب مردنش انیخش نمیدونیم، لیکن همه قشه بگیم که روزی وای تو همین روز بوده. همین آدم که روزش بود شوه هر سببش شدنش ممکنه. حاضر کی و دکجا بوده نی کی دکجا از دنیا میگذاره هیچ که نمیدونه. ایره فقط خداوند خودش میدونه. برای ما همه وقت خاکسار باشین. این دنیای دو روزه گذرانه میگذره. همیشه خاکسار باشین، راستگو باشین و راستکار باشین. او در بین حجنگاران بهترین انسان بود. ما همیشه تماشا میکردیم برنامه‌هاش. آدم خوب بود، اما روزش تا همین روزه که بوده از دنیا گذشت. خداوند جاشون جنت نه. آمین. همه کسا دعاگو بشید. آمین و یا رب العالمین. الوداع.